انت تشكلها فوقين انت راسك مستني برا اتعرف اللي كنت تسمي شيء فرق على فانا بخوري يا اخي انا خرم مرة اخوري ما تعرف اللي كنت شيء قلت خيب بقولي بيه شيري ربی جان آقا چی کدن نری اما بقول بهند آقا چی من بکش آقا گاز گیری تو کیسه ای ربی گاز بگیردی مگه تو داره کلای آقا از خودم دفاع بکنم آقا چرا دعوا نه چی من بزنیم آقا بگو آقا دعوا شد با من دعوا گیرم دیگه آقا دعوا نگیرده آقا ربی تو چرا تسرنی از زاکسی آقا زن چی آقا نه مثال که مثلا چرا دعوا دعوا گیر آقا بیرون جان از زاکی کی زن چی آقا اتوی از زاکی شهر بقول بار من میکنم آقا من کار نشیم ان هیچ شب شد اصلا مرا واقع ای الو چی آرام میسی کنه من آقا ربی چه خبر آقا دست شما در نکنه آقا ربی آقا من رو شما یه حساب دیگه ای باز کرده بودم با این سن و سالتون سرتون رو میذاریم سر یه بچه خانم بچه چی آقا ستاره چی خانم فرستم آقا آقا خانم فرستاد شما نمیدونین که این دیگه به این مزه اینجای من رسونده شب میرم راست میام به اون گیر میده من اصلا کاری به کار این کارو ندارم آقا من میگم شما نباید با لباس فرم داریم ما هم دیگه دعوا میکنین آخه دو نفر شما رو ببینه نمیگن کارمندای گنجینه اینجا دارن چیکار میکنن آخه به فکر آبروی خودتون همه تصویر روی ما باشیم آقا صحبت نکن ما میتونیم لباس فرمون در بیاریم دعوا بگیریم چی میگه آقا نکن ربی اصلا میگه زنگ بزنم به نه عمو زنگ بزن هر شده من اومدم درست کردم دیگه سوال کردن آقا من میگم صدر خانم یه روز یه رینگ درست بکنیم این دوتا رو بندازیم این تو فقط هم دیگه همین بزنم آقا برم خواستیم چی حال هوای دعوای بگذارم یعنی با خاطر گل روی لیلی خانم اگه نوسید خاله تمام کن نزایا من میگم ببینید لب آلو خمنی آلو پوتیری کمادات برین سر فروشگاه واقعا معذرت میخوام عصبی میکنه آقا خانم ربی جان تو هر کسی یه خاصی گاز بگیری مرا گاز من گرم بفرمایید صدر خانم چند لحظه کارتون داشتم یعنی این دعوا که شد شما اومدی گفتی که آقا برنگ دعوا شد من گفتم آقای پیرزاد بهرنگ نگفت برنگ نگفت نه اشکال نداره نیا چون از نظر من اصلا هیچ مشکلی شما رو بهرنگ صدا به صدا کنید بگید به من میدونم که شما چی میخواد بگید فقط میخوام بگم که اگه توی خانواده‌تون دعوایی شده یا مثلا تو محله‌تون یا نمیدونم هر جا دعوا شد صدا خانم من هستم در خدمت من میام که مایه آرامش باشم دعوا رو جدا بکنم آره دیدم خیلی اینجا آرامش برقرار آره دیدی که اومدم سری فقط من برای شما گاو گل زبان بیارم خیر نمیخورین؟ گفته میخورده آرامش بشه شاید این دعوا رویات شما سازگار نباشه هرچی قهوه آب پرتقال بگیرم خیلی ممنونم لطف هیچی نه خیلی ممنون یه لیوان آب ولی حتما بخوری چون آدم فشار آدم میره بالا دعوا رو میبینه یه لیوان آب دیگه تو فروشگاه هست بخور بله خیلی لطف کردید برو باشه الان من میام روزی ایت دعوا بابای ما ته در چی کن چی باشه هر روز هم دیگه رو بزنن ما حتما آب برنگ دعوا بیا صفا کن آقا ما چی بودید هم ما چی بودن تو من چی ما بوسش کن یه دونه بوسش کن خیر چاخو تبا ببشیم تا چی من دوست دارم من دوست دارم آقای پیرزاد جان یه چند لحظه تشریف میارید چینا آشی کردن ها بهشون گفتم که دیگه آشی کنم گفتم آشی کنید دعوا چی آدم همیشه در کنار هم دیگه لذت ببره با عشق زندگی بکنید بلا دعوا چی دعوا اصلا خانم فرانسه من سوال داشتم شما بفرمایید که این لازم بقیه اقساط 10 ماهه بود دیگه درسته بله اقساط 10 ماهه مبل و فرش و کالای خواب اقساط 12 ماهه بله نقدم بگیم 20% تخفیف آره حفظ کردم آره دیگه دستتون در نکنه واقعیتش من راجع به یه موضوعی می‌خواستم خیلی وقت باهاتون صحبت کنم هر سری نمی‌شد من متوجه رفتارتون شدم تابلو کردم یه بار گل می آوردین یه بار می‌خواستین صحبت کنین نمی‌شد من فکر می‌کردم شما مثلا نمی‌فهمین نه اینکه مثلا یعنی متوجه نمی‌شین من میگم آخ خدای متوجه میشین نمی‌شین نه من کاملا متوجه شدیم پس بله خداش و می‌خواستم بهتون بگم که لطفاً دیگه تمومش کنید این کارو آره لطفاً دیگه
به هر حال اینجا محیط کار صلاح نیستش، اون محیط کار اینجور حاشیه پیش بیاد. تا همین الانش هم پیش بشه ها راجع به من و شما کم من نیستش. اصلا چهار نمیشم، من اصلا بخاطر شما داشتم میرفتم سربازی، میبینی سربازی برم سری بیام برای نه خب سربازی حالا میخواین برین دیگه، به من ربطی نداره، ولی شما برای من همیشه در حد یه همکار بودی و میمونی به هر حال. و اینکه همین می‌خواستم بهتون بگم که لطفاً دیگه تمومش کنید. اگر من ببینم بیشتر شد من مجبورم دیگه با عمو صحبت کنم راجبش. این حرف آخرتونه؟ بله. حرف آخر این که تابلو فرشای منظر اومده، از بالا نزدیک عید شلوغ و اینا، بی زحمت بگین بچه‌ها که از بالا بیارنشون پایین. این حرف آخرتونه؟ بله این حرف آخر. خسته نباشید. تبریکم برنگ، بالاخره لباس دامادی درون تر دینم. تبریک چرا بگیفتی؟ بگو نخوام 3 تا رقم بگو تر نخی؟ با این برده بای عمر بگی از اشغال شیرت دادی میامونی دوم. آخه چرا آقا برنگ کاری نکردی تو کی؟ من همه زحمت بکشی اینو بگو نخی؟ بر راحتی؟ بودو نخوام دید من چو اولا اب نره برنگ، قصه نوا خوردن. تو هیچی کم نری برنگ جان. ماشاءالله جزا بیسی خوشنی بیسی قسمت نبسته دلت بعضی وقتا نیبه بسه نخوریه. اصلا من گم برنگ جان شاید تیمیمه گم شده این نفر دیگر بابا. این چه فکر بکن برنگ جان، فکر هوش برتر این نفر دیگر قسمت اتفاقا هنه از چند روزی اتفاقا که اون از اون برمار الان چطور؟ آقا اصلا ده چیه؟ چی؟ الان مگم خدا من بگو آقا خدا من اگه برنگ انا اشتباه کنشون داری آقا اصلا ده چیه؟ از صدار خانم صداری می زندگی من نیمه اونه آقا آفرین الان من خدای دست در نکنه مثلا متوجه نوسم آقازی آقا شخص من این زندگی بودیم امی زندگی خوب خوش نوست اونه من یا کن خدا حافظ دسته تر خانم اینی دی ما اصلا دی من اینی دفعه دیگه که مردینه من 4 تا زایدن یعنی دفعه دیگه که مردینه می زکن اوردینه آرتین آبتین آروین ما آخری ما اما آدشی بوده چون نیمار بوده که بالاخره تیز الان نیمار من سوال میکنم راجع به محبوب خیبانی یا نه شاید از آبونه صدر من آبتین آرتین. خب ده بره اینجا الان که امیدوار بوسی بشیم بجور مشتریان خرید عید بکنید تابلو فرشان جدید بهم بشیم جا بیشیم اون آقا ده آقا چی فکر بکنی ستاره جان چیسه رویا چیسه؟ چرا تو عصبانی؟ هیچی بگو که من یخچالی که تازه بامو زکنه بگم فاکتور بکنه. فاکتور بکنید فاکتور وا چرا تی رنگ رو تو واسه چیه؟ هیچی ده آقای پیرزاد بگفتم در مسائل تموم مکنه عشق عاشقی هاشن. پیرزاد؟ یعنی ده تمام بود؟ تمام بود. واقعا؟ بیشین پرتقال تری پوست بکنم. دست شما درد نکنه مادر جان. چه پرتقالیه محلیه نه؟ نقل هم شیرینه. خیلی خوب. خانم جان میلاد مریم کجاست؟ میلاد مریم برداشته برده یه ذره این بازار خرید داشت مریم. ما میتونی پوست بکنیم؟ به عطر رو ببین عطر خیلی خوش یه چیزی خواهیم بگم شما را آقای اسفندیار مهتاب جان ناراحت نبید از من دلخوره نبید خیلی خوشحالم از اینکه با ما ایدی میدیر شمیره تنگا بستون خیلی ممنون ما هم خوشحالیم خیلی خوشحالیم اکای زودتر از اینا می اومدیم آره مره بگید که شما تا چند روز خیدهی بسید امی بازه که دینی دههای تا اتاقه خب سخته یه ذره با هم دیگه دست جنگی مامان جان تو الان بگفتم من خوشحاله بستم من واقعا خوشحاله بستم که خوشحاله بستی مامان جان تو که دنی همه چی بسی با مهمه قرارم بود که تو یه مقداری ای مقدمه چینی بکنی عشان امره صحبت بکنی الان خیلی وقت ایسایی تا الان هیچی نگفتم دنم ده بگفتی که هیچی نگفتی خب باید بگفتی بده اما چی بکنی من تازه دنی که محمود و مسعود جلویم به زور بگفتم مشخصت بیدی همین امره شنده چی بید آخه من چه اگه قراری سمیر سکونی هر چی بوست بدشون سرما پدیم ده یا آماده نشون نیازی نگفتی مامان جان عشان خیلی دست صبر بکنی دیگه آقای تجارتی هم خدا رحمت بکنه دی مرحوم بوسته حالا دی اگر وقتش ببه نه گوش تا الان من هیچی نگفتم
اصلا چرا به خاطر اینکه شکوفا خانم در حق میلاد مادری بکنه انا این طرف قضیه درسته از روزی اینکه من بابام حتی میره محبت کردن دردی حتی میره پذیرایی کردن دردی بعد بنده خودم خودشان هزار جور گرفتاری دردی پسر این طرف دختر بزرگ این طرف کجا دختر این طرف من اصلا من دل نمیکشن در خلا کنم یه ذره دل چرکین ببین اصلا دنبالت موقعیتی کرده که فرصت پیش پیدا اما به اندازه کافی صبر بگودیم. خانم جان اجازه میدی من دو کلمه صحبت کنم؟ بفرما. مادر از چیزی ناراحتی، از چیزی میترسی، نگرانی؟ نه ترس صحبت نیم، مدرک داریم، خط داریم. شما چرا اینقدر سکوت میکنید؟ برای چی همه ساکت واسه حق خودتون نمیذارید؟ حق خودتون نمیخواید بگیرید؟ الان سال هاست که بالاخره بدون کرایه اینجا نشستن. شما زبونتون درازتره برای این مسئله. هی این دست اون دست میکنی، داری دیر میکنین. الان بنده خدا مامان جان یک هفته ان مرخصی فگیفت. الان دینی که خوب کاران تلفنی کار انجام دهن داره. دی وقتی اما نریمی. نه باید بیشیم بعد یه هفته باید بیشیم. تا الان خیلی وقت ایسته که خاصی بگی باید خیلی میره سخته. واقعا مطرح کردن قضیه خیلی میره سخته. فقط احترام میره با مادر جان سختی نداره. خودتون دارید سخت میکنین کار رو. مثلا میخوای اصلا من صحبت کنم؟ نه آقا اسفندیار شما نظر مداخله نکنید. کار من همینه. من با صحبت کردم. الان کارهای خودم هم تلفنی حل میکنم. الو آقا فلان کاغذ دیواری و گل درشت بزن، گل ریز بزن. آرام ده. الان صدات میره بیرون زشته اونو میشنوم. حرفی نمیذارم که میگم از حق خودش دفاع کنه. خیلی خوب ده. این را با من است. وکیل زنگ زنم کم تو عشان زنگ بزن عشان بخواد دفتر امانم بیم همه قضیه مشخص. آفرین. اندی رای قانونی هم بهترین کار. ده مامانم که خجالتش میگیره که باشون صحبت بکنم اون بهتره که خودتون وکیل بگیری. صلاح مملکت خویش خسروان. بره چی کدن داری؟ چیو؟ نارنج چه کچینی؟ ان نارنج مگه؟ 20 ساله که زندگی کنی ناری نارنج درخته؟ پرتقال نو مگه قبلا؟ نه پرتقال درخت نریم که ایته بو؟ هانم نیو اما از پرتقال درخت نریم؟ الان تو پرتقال چه خواهی بکنی؟ بابا پرتقال دیگه میمان دارم شو چی؟ انا بگیر یه بیچه چاره دنه اوی بنام داره پرین نخواه بیدی استعمال رست چرت دنی دی بیبی من نارنج نخم اون نمر قدم اون کوچیک اشکال اشکال نارنج نخم من نارنج نخم بولم سو ما داریم خوش مزه نه همیشه میگه ترکم نخای بیچه چاره دنه من بنام یه داره پا بیدی ایده دانی ایده دیگه انا میگم ترکم بیچه نخای حالا خیلی کارش خوب میشه امروز چه زود مایی ببین چی میخوام ببینم چی واسه خار بشو میدسی میه ما تلفن توشون نالال میشینه ما همیشه نی لازمه فداقه همیشه نیه نه فداقه با کی شده سکنش کی میشه نه از سکن بیرونش بیا کوچیکش میشه بیا دست شو ما ایده چقدر میکنه ما فدایی نبیه برای ای چی کنی؟ چی شنو آشپزخانه ده آشپزخانه چی کردی؟ آشپزخانه که کارنشه اول قسمی حمام بعد آشپزخانه تصمیم گرفتن اول میشه آشپزخانه یا حمام تو چی کنی؟ مانیش هم گویزده مانیشا اوتر سیدی که مهمانان امروز صحبت کنن دیدی بعد گفته که بشم چای بنم چای؟ بخیر چای چی خواهیم؟ تو بشو دست پر تو من چای نم ازم تو منو چای کنی من چای نم نیده آره بابا بش خب باش تی دست درون چینه؟ کدس من دست نه تی دست درون چینه برنگ اگه خالیه اویته؟ خالی خب بش چای نیده بابا خب باش چه اتفاقی سلام خواستی یاد شما چه خبر من یه قضیه برای شما داشتم سلام آقا برنگ حال شما خوبه؟ خواستی یاد خوبه اینجا چیکار میکنی؟ جان اینجا چیکار میکنی؟ اینجا چیکار میکنم؟ من دوست دارم اینجا پرتقال محلی بود که آها دست در نکنه شما خیلی ممنونم عاشق پرتقالم برنگ جان سوال این بود نارنج میده دیگه نیا پرتقال اینطوریه دیگه پرتقال تا یه حدی که میرسه بعد میبینم مثلا دیگه کسی نچیده یا نارنج میشه ولی خوشمزه است یعنی نارنج و پرتقال زیاد فرق نمیکنه میتونیم غذا بزنی یا ولی خوش عطر نه شاید دست شما در نکنه مرسی متشکرم با اجازه فقط شما دور چیزی جایی نمیخوام بریم نه خستم بچه‌ها خستم میخوام استراحت کنم خسته نباش حالا روزای دیگه
خیلی ممنون. چه عطر روی داره. خیلی ممنون. بریم تو رو دایسته که کوی بسم آقا. الان من با کوی بسم آقا. چای بنهی؟ چایی هم نه فقط چای چی آقا. وقتی تو بخوای با عشق ایده کاری بکنی از مهم نیست چای خیلی بنی خیلی غذا چکنی هر کاری با عشق انجام بدی هم خوش عطر و طعم به خیلی ممنونم. بیرنگ چی گم چای بنهی مامان بگفت چایی حتی تو چی صدای بابا بزید اما مهمان داریم چه با کلاس بود. بهرنگ جان چای میگذاری؟ آیا بگرن شما میخوای چای بگذاری یا میخوای نگذاری؟ بهرنگ جان آیا چای گذاشتی؟ صدا بیار پایین‌تر اینجا میشنوم ما مهمان داریم. من الان میام برای شما چای میذارم. چشم خواهر گلم شما بفرمایید چون میشه. یعنی الان مامان مرا بزنه تو الگی صدای بوری بزرگ میام بیچ چای بنا. خودت چینی. اصلا ندید با کلاس بود درست ثبت بکن. فن بیان. نه خوبی سلام آقا برن خوبه اون چیه؟ جان چه لباس رسمی من داخل خونه این وقت شب من لباس همیشه همین بود دیگه. تو کجا داری میری؟ من دارم بیرون چرا ری الان این وقت شب میخوام ماشین رو بنزین بزنم بنزین بزنی؟ آره. آقا حد باطنی نمیخوای بری بنزین بخوای بزن فردا بزنی. بقیه خوب از رسول نکن آقا میخوام ماشین بنزین بزنم فردا کنی خارج از شهر مسافرت برین؟ بله با کی؟ همراه خانواده همیشه همراه خانواده آخه آره پس کجا میخوایم بریم؟ ما خارج از شهر موصوله یه ځای طبیعت موصوله وای من عاشق موصوله آره دیوانه منیم دیسا جا تا نرفتی چرا رفتم آره ولی اصلا همش دوست دارم برم موصوله یه دوسته که با هم بیای موصوله می‌بازی بیام واقعا یعنی همسفر من بشی بیام الان تو آره نی من دوست دارم ما دیگه بریم موصوله وای چقدر کیف خیلی منم دوست دارم تو با هم بری و یه مشکلی هست چی هست اینکه تو کار داری فردا سعی کار میری نه آخه نگاه کن میگم همه چی جور در اومده ما فردا مرخصی ام اصلا تعطیل فردا مرخصی اصلا تعطیل بوده همه چی اتفاقی که دارم جور در اومده برن میبینی خدا چه حالی بکنی تو ما تمام کوچه باز کوچه آش حفظم آقا من برم ماشین بنزین نه بزنم با هم بریم داشی با هم دیگه بریم بنزین بزنیم خودم همه با هم دیگه همه داریم بریم دیگه آره دیگه خانوادگی بریم پس بریم من اصلا همه جا شما اونجا میبرم جای تاریخی آبشار بالا چه همه جا لیدر تور خوبی هستی اصلا دیوانه میکنم تو رو خیالم راحت باشه میبینی اونجا من دیگه خیالم راحت باشه راحت آقا بریم بنزین بریم آقا بفرم خواهش می‌کنم داداشم میام لبخند بزن عکس جدی ببین لبخند آقا این مدل جدیه بگی باشه برنگ بس بگفت خواهی دیگه ادرخ مرخ دیگه بده سبز بردم تی دست بد نه اون اتو نیست کنم کفتن دارم نه خواه بگفتم خواهی دیگه روشه بازم آقا این چیست آقا یعنی فکر کنید داداشم شما چی رو کنید میری بگو عکس این پروفایل برای خاخور دیگه بچینو با همون باغ از سیرلیف بچینم بیدی نار تنمه به سیرابیجی چا گویم 1000 سال تیمارا گویم که از بوش سیر بچین گویم نه سیر کره کله کنه سیرلیف چی این نجاقه روشه ما عکس این پروفایل خواهیم چی؟ پروفایل او چی گویم؟ هیچی آقا جان برنگ بگفت عکس بگیرم مگه ما تو رو گفتم گوشی نگاه بوده چگیری؟ نه عکس دیدم نه هیچی خود بی خود بگو ده آقا ایده عکس دیدم تو خود تری بگیر اتو بگیر آقا چی بود گوشی بگو چه؟ بی تربیت نه گوشی من گم گوشی نکن بودو الان آرام که بی تربیت گم نوشو باید گلوله بیشی نه دویزنه تو کار نری بگو جان تو های چگونه تو کار نری بگو من یه مرغسی بگیرم مرغسی؟ بله تو حالا تازه تربیتی بره آخه مرغسی چی؟ تو حالا نیچه ببره چی؟ تو حالا یه بوشو چند روز مرغسی چرا بیده؟ چرا کار بشی؟ ایده لکن اصرار بوده هی اصرار آبرن و باشه میلاد پیرشان رو شدیم مسئوله چی؟ شدیم مسئوله تو گوشی میلاد نمیدونم الهیه نه میلاد پیر بلایه اشین فکر فامیلم با ماده بیخود با ماده حرکت تک برده امره گیرده الان چطور بوسه اساس دردنک نمیشیم مسئوله نه بابا من کی حرف بزنم آقا جان مثلا حرفی تو میره نگفتی من گفتم میلاد پیر الهیه تو میلاد نگفتی 1000 تا بودی بیرا گوشه اشم بیخود خوشم بگذار ماده پاسپورت تک برده خوشی نگفت آقا همه ایده گیرده اشتباه بودم بودی برای هم موقع من اشتباه بودم قضاوت بودم الکی فقط چقدر میلاد پیر آدم خوب آدم شوخ‌طبع آدم مهربان چقدر خانواده خوبی است من
اون موقع داغ بودم نیدیم شناختی نشیم قضاوت علی خدایا اوه معلکی قضاوت بود نه تو چه حال بالی آقا بسر تو پروژه ایجور گمزشی الان ایجور گمزنی هیچ معلومات نشاو کدن اتو یک متیجه شک شبهایی در تو دینم معلوم کلی که هم پر از سوچمو بگیبته یک کلکی کرزنی اتو خود نرگم نزد هیچی نی آقا ما مرده امره اصلاح بوده ببیشم مازده بوده باش تو میده موقعی بگیم چیم رای بابا آدم خوبی بیزه با امشم بودم باید میوده بود چی گی تو بره؟ چیا؟ تو پروژه کوشش بعد از خانم بس نبوده بیرون کار لشکر کشی کنه دایده تمام اتاقان ایدیجا گرده امر بیرون نبوده الان گوی باید خوب ورچه بخوسه آقا بگم تو راحت بوده و چه راحت بوده این پیر میلاد باید نه بیرنگ یک حساب کتابی حساب هیچی نی قرار بود میمره رفیق بوبی نگویی یک کره هیچی نی آقا خیلی خوب بودم باید ایده جای بوزیده بیرنگ تشت کفانه صدا اشتاوه ده همه گزه هیچی نی آقا جان هیچی راست بگو میره نیاز خیلی خوب باشه امروز موقعی ویده شدم بشین موقعی هیچ چیم ندارم هر روز کار است بعد قرار باشم 24 ساعت بیسن گالم 24 ساعت بشه 48 ساعت کی بود 24 ساعت تو مگه پروژه نگفتی آقا بده بیست چی برنگ دم میمره چانه زنه خیلی خوب باشد معلومات کنه هر روزانه معلوم بگه تو چی بیسی اجن ور بچی چرا اصرار داری عشان ای بسده من فهمم بالاخره هیچی نیست فهمتی خیلی خوب بزنمش ایده عکس شما رو میگیرم حالا بگیردی ترا کشا گذارم باشه اون دوربین کیش نری چه هم دوربین بودی خواهرشین فکر نه ما دارم من تکلیف نه آقا مانی گوشیه بگی اسیرم بگیره نه سیر تا لازم بزی بگیردی من آقا سی عکس بی سیر دیگه برین اشکال نره بگیر تو بخوام برو سیربی چگونم بگیفتی آره شما روانه کنم باشو بس که قرص آخر مرا کشری باشو نه بابا آدم خوبی بیزه با امشب بودم باید میوده بود چی گی تو بره؟ چیا؟ تو پروژه خواستش چی از خانه بیرون نکنی الان گوی باید خوب ورچه بخوصده یه اتفاقی ده گفته این ارز جوش خوبه میاد سلام میباده حتما دوباره دعوت بگوده جزیره با غذای کوهستانی حتما مخصر کدن داری؟ چیه بباسته دوباره چی بباسته خم بدنم از زید فرشی خدا چی بکده که الان تی امزون زنگ بزه بکده آقا چرا ان تیمور همه جلک بزه چرا لک بزه خیلی خوب البته حق داره منم جایم بازی من اگر من مری الان بایم خواستگاری من خودم گم نه یعنی اگر من الان مری بایم خواستگاری ای کاش من امروز اردی گوزیم نه اب بردیم سری بشه مرا میکفی مرا گونه این فر میسر وی ایده فزونجو مرا چاودی بردیم هوا ممو به من تعطیلات رو بگم مثلا دیگه ما میشه بخوام وای کیسو من نمی‌کنم کی جواب میدی آقا درست سکته کنی دیو آقا اوی سکته کنی مهمان بازی تعطیلات چی بگم بابا من چی مهمان داشتیم ایوار روی بابا من چی بگم وای من نه داره بودن گوشی داره بودن داره بودن تعطیل بر بودن چه بری آزن